درود فراوان از شمال کشور آلمان، از جان دل. امروز آوردمتون یه جای بسیار زیبا و سرسبز و اینجا هم که هستش اینا همه باغچه اینجا هستش. این باغچه هم از شهرداری باید بگیری و سالی تا جایی که اطلاع دارم 100 یورو باید به شهرداری بدی. حالا تقریبا من 4-5 سال پیش یه سوال کردم همینطوری بود، حالا جدیدا نمیفهمم یا بیشتر شده یا که همون 100 یورو هستش. و باید به این باغچه هم که از شهرداری بخوایم بگیری باید به این باغچه هم باید رسیدگی بشه و هم برای تفریح خود اون نفر که میخواد اینو بگیره خوبه، هم که باید به این باغچه ها رسیدگی بشه. حالا میریم به این کوچه باغ زیبا و اونور درخت گردو هستش، اینور هم درخت گیلاس 2-3 تایی هستش که تابستونا خودمون می اومدیم قدیم اینجا گیلاس یا گردو می خوردیم، ولی الان چند سالیه، حدوداً شاید 5-6 سال بشه که دیگه این ورا نیومدم. حالا این بعد 5-6 سال اولین بارمه که اینجا آمدم. اینجا هم نمای زیبا از شهر کوچیک و بسیار زیبا و تمیز که مشاهده میکنید. آجر قرمز، خونه کلن آجر قرمز و شیرونی هستش و اینم خیابونی که ماشینا به ترتیب از اون ور میان و به سمت مرکز شهر میرن. حالا چراغ سبز شد، حرکت کنیم بریم مرکز شهر. و دوستان این کوچه خیلی خیابون و بسیار زیبا هستش. این منطقه یه رودخونه هم داره که این رودخونه تابستونا مردم میان ماهیگیری میکنن و خیلی ماهیای خوب و درشتی هم داره اینجا. اینجا ماهیگیریش باید از شهرداری باید اجازه بگیری و سالانه نمیفهمم چقدر باید بدی که اجازه ماهیگیری بده. و اینجا هم که هستش مرکز شهر است و اون روبرو کلیسا هستش، این ور داروخونه هستش بسیار زیبا. اینجا تابستون آب میاد، حالا زمستونا نمیفهمم چرا آبش قطعه. توی آب از اینجا میره طرف مرکز شهر و خیلی آب روان و تمیز است. خب قابل خوردن نیست ولی هستش اینجا برای نمای شهر خیلی چیز خوبیه. اینجا
یه شهر بازی میشه برای یه هفته. فکر کنم برای بچه ها کوچیک ها، برای نوجوان ها و بچه های خردسال هستش که تاب میاد و تاب بازی هستش و چرخ و فلک و ماشین بازی که اونام یه هفته هستش و خیلی خوب و